دو شب سه شب گشنه مانده بودیم. تو کسی نیست که ما یک همکاری کنه، یک لقمه نان روزی بر ما پیدا کنه. یعنی دخترکایم از بچه‌م از بسیار وضعیتش خراب است. همیشه به تداوی دکترها ضرورت داره. ما پیسه پولش ندارم که ما تداوی کنم. دیگه به باری روزا گشنه میمونیم. تو وقت میشه که ما کار نمیکنم در خانه، در پشت نان بایی میشینیم که باشه یک دو تا سه تا نان بتیم. ما برم برش کاکای مغلق من نان ببرم. بسیار زندگیم خراب است. خیرتان میشه، شما میشه، از خدا میشه. مرا زیاد نکشه، بسیار زندگیم خراب. سلام و عرض ادب خدمت بیننده های عزیز. امید دارم که همتان جور و صحت و سرحال باشین. ما در قسمت ولسوالی بگرامی منطقه به نام شیوکی قرار داریم که در کنار ما یک خواهر نیازمند ما قرار دارند که واقعیت اینا نیاز به کمک دارند و اگر شما میخواهید ما کمک هایتان به این خانواده های نیازمند برسانیم، شما میتوانید با فیسبوک و شماره های واتساپ برنامه ما به تماس شوید تا آخر برنامه ما را بیننده باشید. سلام خاله جان. سلام علیکم همشهری جان. خوب هستی؟ حتما. تشکر، سلامت باشین. چی مشکلاتی دارید؟ مشکلات همشهری جان زیادتر است. مدت 2 سال است که شوهر فوت کرد. در لوگر زندگی میکردم. سیلابا خانه و جای زندگی ما برد. 4 تا گک اولادایم هستم. 1 دانه گک بچه‌ام، 3 دانه گک دخترم است. کرانشین خانه های مردم هستم. یک روز که سرم تیر میشم زنگ میزنه که کرا را بده. خیرتان. از خانه چند کرا میتون؟ از خانه 700 کرا میتم. بالا 700 ما میتم. 700 هم بولنگه میتم. شما گفتین که طفلکتان مریض هستن. چی مریضی دارن؟ پیش دکتر بردین داشت؟ نه خیلی تالا نبردیمش. از مادرزادی خود نقص داره. یک رو بردمش بیا عملیاتش کو. دیگه تا پولش من نداشتم که عملیاتش کنم. بچه که مس میرفته موترشویی یگان و همین کارا رو میکرد. خودم چیز گرنگه برداشت چه بالا مادرزادی شای پیدا کرده. خیر همشیره جان. بسیار روزگارم خراب است. هم بچه که تداوی شود. خداوند مهربان است که انشالله بخیر پسرتان هم خوب شود. و شما که در خانه های مردم میرین کار میکنین، آیا کار روزانه برتان چیز آید میشه که به طفلایتان نان پیدا بکنه؟ همشیره جان میشه دیگه نمی قدر میشه که گفتی اگان تا یک ذره گاز مندازم یا یک پاکتک روغن میخرم، یک 5 تا گک نان کتی خود میرم. دیگه چیز زیادتر از ما نمیشه که ما بدم. این کرای خانه است که یک چند روزش تیر شود بر موال میگه که تیز که کرای خانه رو بسیار مشکل است. همی الان 3 ماه سرم قرض مانده. روز مرا گفت برای از خانه خود دیگه واسه توانم دیگه جای نمیرسه که برم. خداوند مهربان است که مشکلاتتان بخیر به زودی حل شود. بنیاد خیریه عزیزی یک مقدار مواد به شما کمک کرده که شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا ماش و نخود غیره می باشد. های ببینی زنده باشی. تشکر. هر جای که از جور و آرام صحتمند باشه. دعاگویش هستیم هر جای که است. خدا خیرش بده که تر آدم های نیازمند در نظرش هست که برای ما کمک میکنه. بیننده های عزیز، شما هم در ویدیو دیدن که اینا طفلکشان مریض هستن و اینا به تداوی ضرورت دارن که اینا توانایی مالی ندارن که طفل خود تداوی بکنن و خودشان سرپرست 4 طفل خود هستن که اینا شوهرشان فوت کردن. واقعا اینا به کمک و همدردی نیاز دارن که اگر شما میخواهید به خانواده های نیازمند کمک کنید، شما میتوانید به فیسبوک و شماره های واتساپ برنامه ما به تماس شوید. تشکری میکنم از بنیاد خیریه عزیزی و همکارانشان که همیشه دست هموطنان نیازمند ما را میگیرد. این کمک های ما شامل آرد، برنج، روغن، بوره و غیره می باشد و این کمک های ما نه تنها برای خانواده های بی وضاحت می باشد، البته برای مهاجرین و دارالیتیم ها نیز می باشد. این بود برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را به خداوند یکتا امانت می سپارم.